شخصی نزد بزرگی رفت و گفت سؤالی دارم که نمیتوانم جلوی جمع بپرسم. بزرگ حاضران را بیرون کرد و شخص سؤالش را پرسید، ولی چون همه رفته بودند کسی نمیدونه چه سوالی کرد و چه جوابی شنید. شرمنده‌تون شدم، خیلی ببخشید. اما من میدونم که چی گفت و چی شنید، چون اون بزرگ خودم بودم. روشن شد. تازه نگفتم که اونی هم که سوال داشت خود تو بودی را کسره. حالا من میدونم چرا داری میزنی زیرش. بحث زهرخورانو که نمیشه همجوری علنی کرد. آیه دکتر بزن بادر، کسی تو بزرگی شما هیچ شکی نداره کما که در مورد ذکاوت من. لذا عاجزانه از شما درخواست میکنم که حرفتون رو پس بگیرید تا شما رو به بینندگان عزیز معرفی کنم. باشه، ما حالا ببینم تو چی میخوای بگی. معرفی کن ببینیم. در خدمت دکتر بزن بهادر هستیم، ابر استراتژیست و آچار فرانسه نظام الهی که هر گره‌ای رو با نوک انگشتان تدبیرش باز میکنه. اگه نبود نظام الهیمون چی میشد؟ اگه نبود هیچی به هیچکی نبود. ایشون کسی که کمر شکن و تو پیچ و واپیچه هراز با بار میلیگرد 30 کیلومتر دنده عقب سر بالا میبره و دستشیر رو میکشه، سویچ رو تحویل میده. بله 150 کیلو دوزر بدون دوپینگ هر کی هم میخواد بیاد آزمایش کنه. هدر رو کورنر هم که همه رو اینو میدونن. آیه دکتر راستی بعد از برجام هم میتونی؟ صحبت نقاشه دیگه، باید سر سوالات ناکس. آیه دکتر امسال رو با بدبختی گذراندیم. درخواستم اینه که مختصر و مفید یه جمعی از این سال پردرد و پرخطر و ترسناک بزنین و چشمانداز سال جدید هم برامون تصویر کنین. فقط درخواستم اینه که طوری بگین که امت همیشه در صحنه رو کمتر مایوس کنه. ناکس جمع زدن یه سال به این بدبختی، اونم به شکل مختصر و مفید که کار هر کسی نیست. دست فرمون استراتژیکی میخواد. از هر کی که بپرسی نمیتونه موضوع جام زهر و هسته‌ای و حال روز بدبختی مقام عظما یه طوری بگه که امت همیشه در صحنه قش نکنه و پس بیفته عین آش وا بره رو زمین. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن به زن بهادر عرض میکردم، بله میفهمودن که به مشنگه گفتم برو به همسایه‌تون خبر مرگ بابای خونه رو بده، ولی یه طوری که قش نکنن ها. مشنگه رفت در زد، پسر اون محروم با در باز کرد. مشنگه پرسید بابات خونه است؟ پسره گفت نه، رفته سر کار، یه چند ساعت دیگه میاد. مشنگه گفت کی؟ حالا بیشین تا بیاد. روشن شد یا هم چی بزنم که بعد بیشین تا یه روزی بیاد. دکتر معذرت میخوام، این بی‌انصافیه. شما میخواین بگین زبونم لال تو سالی که گذشت مقام عظما زبونم لال مرد، ولی ایشون که زنده. کی آخه قربه برم، این که زندگی نشد که مقام عظما بدبخت بیچاره داره. اما خب خودت هم گفتی که نباید ناامید بشی. من خودم به مقام عظما گفتم که حالا که زندگی ته کشیده بشین با تهدیگش حال کن. همین وضعیتی که داری خیلی هم قشنگ و امیدوار کننده است. البته بستگی داره که چقدر خودت به خریت بزنی. دکتر من میگم که هر شکست مقدمه پیروزیه و بر همین سیاق میگم سال گذشته تماما مقدمه پیروزی‌های آینده است. چرا همیشه منفی‌های گذشته رو ببینیم و آیه یأس بخونیم؟ یه بارم چشمانداز تیره و تار آینده رو ببینیم و آیه یأس بخونیم. آره اون که بله. آیه دکتر با این جمعی که شما از سال گذشته زدین امت همیشه در صحنه چه خاکی به سرشون بریزن. حرفاتون منطقی، ولی نمیتونیم به بسیجه همطوری بگیم ول معطلن. بالاخره به جای مراجعه به مغزتون و به جای مراجعه به اون تئوری‌های استراتژیکیتون به دلتون مراجعه کنین. حتما یه حرف دیگه میزنه. برو بابا استراتژی رو ول کنم برم سراغ دل و قلبه ناکس. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن به زن بهادر عرض کردم، بله میفهمودن که مشنگه با قلبش خلوت کرد. گفت چه کنم وقتی که دلم تنگه و دستم کوتاه و جفای روزگار بسیار. دلشم با نجوا برگشت گفتش که مشنگ کار من خون رسوندن به اعضای بدنه. از این سوالای چرت و پرت با من مطرح نکن. زیاده حرف بزنی یک لحظه وای میسم تا هیچ وقت دیگه نتونی از این زرای مفت بزنی. حق داشته آیه دکتر. این قلب ها چون 24 ساعته کار میکنن اعصاب ندارن. اما آخرین سوال، پیام شما تو سال جدید برای مسئولین متخاصم نظام چیه؟ هیچی، سر عقل بیان یه نگاه بکنن به کشتی شکسته عظما. حتی اگه از اون یکی جناح براشون سنگ پرت کردن، اینا براشون گل پرت کنن، ولی با گلدونش که دیگه بلند نشه، بار آخرش باشه که از این غلط‌های اضافه میکنه. ناکس سنگ میندازه. آیه دکتر پیامتون خیلی واقعی و قشنگ بود و اما نکته آخر، روزی درویشی از حال رفت،
از پذیرایی اومد، چون درویش اهل غافلگیری بود. منم شما رو غافلگیر و کیشومات میکنم تا به خودتون بیان برنامه رو تموم میکنیم بدون دعوا. تمام کات. بیشین نکسی چی دعوا کرده که وقت میخواد. آیا همچی با دعوا شلوغش نکن، شلوغش نکن. تو به مقام عضوا گفتی خودتو به خریت میزنی. آقا نشون مقام عضوا گفتی خودتو به خریت میزنی.